дуруд мегӯям ба шумо шунавандагони азиз, охирин таҳвилоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман мешунавед. маҳдудиятҳое ки дар душанбе бо пешгирии пандемия аз коронавирус ҷорӣ карда шудаанд ба воситаҳои нақлиёте ки вориди пойтахт мешаванд таъсир намерасонанд, аммо аз 1 май дар роҳи Душанбе-Чанақ вобаста ба таъмири роҳ маҳдудият ҷорӣ карда мешавад. мо дар байни ронандагон аз ҷумла онҳое ки ба Душанбе меоянд риояи меъёрҳои санитарии тозагии мошинҳо, пӯшидани ниқобҳои тиббӣ ва монанди инҳоро фаҳмонида медиҳем, аммо то ҳол маҳдудият дар самти ворид шудани воситаҳои нақлиёт ба пойтахт пешбинӣ нашудааст, қайд карданд масъулини бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурияи Тоҷикистон. дар ҳамин ҳол дар шоҳрои Душанбе-Чаноқ вобаста ба корҳои таъмирӣ маҳдудиятҳо ҷорӣ карда шудаанд ки хусусияти мавсимӣ доранд. дар ин бора аз маркази матбуотии Innovation Road Sultish Ltd ки барои нигоҳдории ин роҳ масъул аст иттилоъ доданд. با وجود کوری که شرکت انجام می‌دهد با سبب رعایت نکردن بعضی رانندگان به طلبات‌های موجوده بارکش، بعضی قطعه‌های راهی اتومبیلگرد دوشنبه چناق خراب شده بودند و در مجموع را تعمیر طلب شده است آمده است در خبر شرکت ایریس. از این لحاظ از 1 مای تا 31 آگوست سال روان حرکت نقلیات در این شهرها از ساعت 10 تا 20 محدود کرده می شود. این محدودیت تنها به ماشین‌های وزنین بارکش تطبیق می شود. این اقدام طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره جاری نمودن محدودیت‌های موسمی اید به حرکت واسطه‌های نقلیات در راه‌های جمعیتی تطبیق شده برای پیشگیری حصارات بر محل و بخطری مسافران، رانندگان و واسطه‌های نقلیات شرایط فراهم می‌آورد. علاوه گردیده است در خبر شرکت ایریس. سخنگوی خدمات خارجی اتحادیه اروپا گزارش‌های وسایط اخبار عامه درباره فشار چین جهت نشر گزارش اتحادیه اروپا درباره نقش پکین در پهن کردن اطلاع بر دروغ ضد کرونا ویروس رد کردند. قبلا خبرگزاری رایترز با استناد به منبع‌های خود در اتحادیه اروپا و مخاطبات داخلی نوشته بود که چین برای پیشگیری نشر معلومات درباره گزارش اتحادیه اروپا در دوره بحرانی ویروس کووید 19 مداخله نموده است. نماینده اتحادیه اروپا تاکید کرده است که اتحادیه اروپا درباره اخراج حجت‌های داخلی و همچنین ارتباط توسط راه‌های دیپلماتی توضیحات نمی‌دهد. نشریه‌های ما کاملا مستقلند و هرچه که در خصوص چین گفته شده است معلومات درست است و هیچ گونه رویپوش‌ها در این سمت وجود ندارد. شنوندگان عزیز، خبرهای روز را مستقیما ادامه می‌دهیم. از اول ماه مارس تا 26 اپریل در بدن 874 سرباز قواهای مسلح روسیه گرفتاری به کرونا ویروس آشکار شده است، خبر دادند از وزارت دفاع روسیه. گفته می شود که 4 نفر آنها در حالت وزنین، 15 نفر در حالت وزنین میانه قرار دارند. همزمان تنها 320 نفر در بیمارخانه و بستری شدند. این اولین معلومات رسمی درباره شماره عمومی گرفتاران ویروس کووید 19 در ارتش روسیه است که از جانب وزارت دفاع این کشور توضیحات گردیده است. وزارت دفاع روسیه خبر داد که کرونا ویروس در 779 کورسانت و دانشجویان دانشگاه‌های نظامی، در 192 آموزگار و شاگردان مؤسسه‌های تا مکتبه حربی و در 245 نفر از جمله غیر نظامیان قواهای مسلح روسیه پیدا شده است. 26 اپریل سال روان در روسیه شماره عمومی نفرانی به کرونا ویروس گرفتار شده 80949 نفر را در بر گرفت. در تمام یک روز اخیر ویروس در 6361 نفر آشکار گردیده است. از آغاز پاندمی در روسیه 747 نفر از این ویروس جان باختند. بزرگترین افزایش هر روزه شماره مبتلایان کرونا ویروس در مسکو ثبت گردیده ایستاده است. در دوام یک روز اخیر در پایتخت روسیه 2971 حالت سیر HIV به قید گرفته شده است که در مجموع 42480 نفر کرونا ویروس را در مسکو در بر میگیرد. طبق معلومات دانشگاه جان هاپکینز روسیه از روی شماره شخصان گرفتاری کرونا ویروس در جهان در جای دهم قرار دارد.
ادامه خبرهای روز را مستقیما میشنوید. وزارت معارف و علم تاجیکستان اطمینان داده است که آموزگاران در دوره رخصتی موقتی معاش خود را پوره میگیرند. مزد مهنت آموزگاران در رخصتی موقتی غیر منتظره که از 27 اپریل تا 10 می اعلان شده است پوره پرداخت می شود، گفته است احسان خوشوقت، سخنگوی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان. شنبه گذشته وزارت معارف و علم تاجیکستان با فرمان سردوره جمهوری اوید به پیشگیری کرونا ویروس نو کووید 19 رخصتی موقتی را در مؤسسه‌های تعلیمی کودکستان‌ها، مکتب‌ها، لیسه‌های تکنیکی و کسبی کل کشور از 27 اپریل تا 10 می سال 2020 اعلام کردند. همزمان روز 26 اپریل به کودکستان‌ها، مکتب‌های ابتدایی و میانه تاجیکستان پیامی رسیده است که آن را معاون اول وزیر معارف و علم تاجیکستان محمد داوود سلامیان به امضا رسانیده است که در آن بغیر از رخصتی موقتی اینچنین درباره بی‌ضررگردانی در مؤسسه‌های تعلیمی و خوابگاه‌های آنها نیز سخن می‌رود. نظارتچیان در نقلیات‌های جمعیتی شهر مسکو در یک جایگاه با کارمندان پلیس برای معاین کردن ویرانکنی مسافه اجتماعی در نقلیات جمعیتی سنجش را آغاز کردند. مسافرانی که مسافه 1.5 متر را بین هم رعایت نمی‌کنند به مبلغ 5000 روبل جریمه می‌گردند. در رابطه با وضع نامساعد اپیدمیولوژی نظارت از بالای اجرای طلبات قرار شهرداری مسکو تقویت داده می شود. نظارتچیان کارخانه‌های مسافرکشانی نقلیات جمعیتی در یک جایگاه با مقامات پلیس به معاین کردن ویرانکنی مسافه اجتماعی سنجش را شروع کردند. آنها رعایت مسافه اجتماعی نه کم از 1.5 متر را در تمام نقلیات جمعیتی در بین مسافران نظارت می‌کنند. خبر داده است دفتر مطبوعاتی رئیس شهر مسکو. مسئولان حکومت شهر مسکو ابراز می‌دارند که خودباوری و نگاه داشتن مسافه اجتماعی یکی از چاره‌های موثرترین برای پست کردن پنجشنبه ویروس کرونا میباشد. با مقصد کم کردن خطر سرایت شخص اگر لازم نباشد باید خانه خود را ترک نکند. اگر به شهروند لازم باید با یگان سبب بیرون رود به مانند رفتن به مغازه خوراکواری، داروخانه و یا در داخل نقلیات جمعیتی مسافه نه کم از 1.5 متر را بین هم فاصله دارند. و از مسکو به قزاقستان می‌گذریم. پرزیدنت قزاقستان قاسم ژامارت توقایف تصمیم حکومت را در خصوص تمدید چاره‌های محدود کننده در قزاقستان در دوره اپیدمی کرونا ویروس اعلان داشت. با نظر داشته وضع موجوده در مملکت ما و در اساس پیشنهاد کمیسیون دولتی و کارشناسان من قرار کردم که فرمان را درباره تمدید حالت فوق‌العاده تا 11 می سال روان امضا کنم. ابراز داشته است پرزیدنت قزاقستان قاسم ژامارت توقایف در مراجعه تلویزیونی به ساکنان کشورش. قاسم ژامارت توقایف اینچنین قید کرده است که کمیسیون دولتی آماده است که به سبب گردانیدن نظام قرنطینه در منطقه و شهرهایی که وضعیت پنجشنبه ویروسی تاجدار در آن شهرها تحت نظارت است سبکتر نباید. قابل ذکر است که تا به حالت امروز در قزاقستان بیش از 27,000 نفر بیماران گرفتار به کرونا ویروس آشکار گردیده است. همچنین یک قسم مبارزه بر ضد اپیدمی در قزاقستان از 16 مارس سال جاری وضعیت فوق‌العاده عمل می‌کند. شنوندگان عزیز، شما آخرین تحولات امروزه تاجیکستان و جهان را روی موج رادیو ماجر مستقیما شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. با شما استراحت با فراغت را تمنا می‌کنیم.